سلام به همه دوستان. خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید انتخابات استرالیا به تازگی برگزار شد و حزب کارگر دوباره تونست رأی بیاره و دولت رو حفظ کنه. این نتیجه برای خیلی از ما مهاجرا و پناهجوها خیلی مهمه، چون سیاست‌های مهاجرتی مستقیما وابسته به حزبیه که قدرت رو به دست میگیره. حالا سوالی که برای خیلیا پیش اومده اینه که آیا با ادامه دولت فعلی شرایط ویزاهای بشردوستانه و حالا ویزاهای دیگر و مهاجرتی بهتر میشه یا همونجوری باقی میمونه؟ بیایید واقع بین باشیم. حزب کارگر در 4 سال گذشته تغییرات مثبتی در سیاست‌های مهاجرتی ایجاد کرده. مثلا ویزاهای موقتی برای افغان‌ها و اوکراینی‌ها صادر شده. رسیدگی به پرونده‌های ویزاهای بشردوستانه سرعت بیشتری گرفته که میتونم بگم بسیار سرعت چشمگیری بوده. سیاست‌های مثل تمدید ویزا، کمک‌های حمایتی و دسترسی بهتر به خدمات برای بعضی گروه‌های آسیب‌پذیر اجرا شده. در مقابل حزب مخالف یعنی لیبرال‌ها بیشتر سیاست‌های سختگیرانه و سختگیرانه‌ای در مورد مهاجر داشتند. برای همین خیلی از افراد نگران بودند که اگر حزب لیبرال رأی بیاره شرایط سخت‌تر میشه یا خیر. ولی حالا که حزب کارگر تو قدرت میتونیم بگیم که نه تنها شرایط فعلی حفظ میشه بلکه احتمالش هست برنامه‌های بهتری هم برای پناهجویان و مهاجرین در راه باشه. بیایید چند نکته مهم رو بررسی کنیم. سقف پذیرش ویزاهای بشردوستان استرالیا هنوز هم در حدود حالا 20,000 نفر در سال باقی مونده و حتی احتمال داره که افزایش پیدا کنه. تمرکز دولت فعلی بیشتر روی کمک‌ها به افرادی که در معرض خطر هستند، مثل پناهجویان فلسطینی، افغانستانی‌ها و افرادی که در کمپ‌های منطقه‌ای زندگی می‌کنند. پشتیبانی از اصلاح قوانین اقامت دائم برای ویزاهای موقتی هنوز در مرحله بررسیه. ولی دولت گفته که دنبال راه‌حل‌های منصفانه است که همونطور که من اینجا زندگی میکنم میبینم که خیلی های چندی سال، حالا 12 سال 13 سال ویزای موقت داشتن، ویزای دائم رو دریافت کردن و خیلیش هم میتونستن سیتیزن رو دریافت کنن. حالا جواب برای ویزای بشردوستان استرالیا یا دنبال راهی که برای مهاجرت قانونی هستید، میتونید امیدوار باشید که مسیر همچنان باز و مثبت باقی مونده. من سعی کردم توی این ویدیو مهمترین نکات رو خلاصه و ساده بگم. اگه سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی بیشتری دارید حتما تو کامنت ها برام بنویسید و یادتون نره دوستان سابسکرایب کنید. ما نیازمند سابسکرایب شما هستیم و دکمه سابسکرایب رو بزنید و در قسمت در کنار اون زنگوله رو هم فعال کنید تا در آینده از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. خدا یار یاور شما و خداحافظ شما.